دادگاه شهر دوشنبه 3 نفر را با فریبیدن 35 معیوب و از خود کردن بیش از 200,000 سومانی آنها گناهکار دانست و به زندان محکوم کرد. محاکمه 3 نفر سیاحت صاحب نظر و محمود جان ناصرов و بلالدین مودینов آخر هفته گذشته برگزار شده است و این 3 نفر با گناه قلابه متناسباً از 9 تا به 11 سال به زندان محکوم شدند. در حکم دادگاه که به دست رادیو آزادی هم رسید آمده است که پرونده حلیمه رحمتova یکی از متهمان به قلابه قطع شده است، زیرا دلیل برای ثابت کردن اتهامات وجود نداشته است. محکوم شدگان به زندان و وکیلانشان گفتند که از حکم دادگاه دوشنبه راضی نیستند و برای بازنگری حکم به زینه‌های بالای شکایت میبرند. مفتشان پرونده میگویند که هر 3 نفر یک سازمان دروغین را تشکیل دادند و 35 معیوب از شهر و ناحیه‌های گوناگون از جمله دوشنبه، نورآباد، سربند، حصار، رودکی، کولاب و باختر را فریب داده و 200,000 سومانی آنها را از خود کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان که ماه مارس از بازداشت 4 نفر خبر داد، گفته بود که این افراد اول به معیوبان 3 کیلوگرمی روغن و 500 سومانی دادند و سپس به آنها گفتند که در صورت پرداخت مبلغ معین برای آنها عربه معیوبی میگیرند و برای معالجه ارزان میفرستند. در شرح بازداشت این افراد عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفته بود که این افراد اول برای یک قلابی بازداشت شدند ولی بعدا معلوم شد که مقیاس فریبگریشان وسیع‌تر بوده است. منطقه خفلون از خودی بختر و از تیفا و از کولاب و یه بحث بودن همی جمهوری خیلی جوشا از اونجا هم با درد کردن که مونا هم همه خیلی مونا هم فریب کردن مایبورا و خودری با باوری در آمدن یک بار همی یک چیزی توفا میکنن که همچون یک یعنیتی یک تشکیلاتی کمک رسان به مایبورا گفته هم خیلی چی میکنن کمک میکنن بعد وقتی که با باوری در آمدن بعد هم خیلی اشتادی که چی میکنن و برای بعد خلابیشون سر میشه. اسدالله ذکری خدایف رهبر اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان میگوید معیوبان زود باورند و ظاهرا در این قضیه از محتاجی آنها سوء استفاده شده است و گفت تاسفانه همین خیلی شده است. اکنون ما اینا باید یک تحلیل کنیم برای اینکه سببش چی بوده، برای چی بوده، آیا ممکن از این معیوب استفاده بردن، چون که در مابین اونا از روی معلوماتی که من دارم نه همش معیوب بود. عجبی نیست که اونا فریب کردن. معیوبان در جامعه تاجیکستان که بیشتر از 31,000 نفر را تشکیل می‌دهند یک طبقه محتاج و آسیب پذیر هستند و کمک اجتماعی که اکثرشان می‌گیرند بسیار کم است.